اعتماد به نفس مردا ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با پول تو جیبشون داره. وقتی پول کمه، وقتی 1000 تا قرض و قوله و خانواده و این بدبختی اون بدهکاری رو سرشه، چجوری انتظار داری به تو توجه بکنه؟ چجوری انتظار داری ارتباط جنسی خوبی باهاش داشته باشی؟ مرد وقتی پول نداره، مانی نداره، نه بالا تنه درست کار میکنه نه پایین تنه درست کار میکنه. مغزه هم از کار افتاده که نمیتونه دستور بده به جاهای دیگه که عمل کرده خوبی داشته باشه. بعد تو میای همین شوهر تحت فشار تو مقایسه میکنی با کی؟ با اون پسری که 24 تو باشگاه بدنسازیه، همش داره به خوراک و تغذیهش رسیدگی میکنه، بعد میری به شوهر خیانت میکنی. بابا اون پسر کاری نداره جز این که اون باشگاه رو بره. حالا ته کارش اینه که یه مغازه داره شاگرد گذاشته اونجا، مجرد فقط